رضا جان، همین این مسئله رو من بیشتر در خواهرای کافکاز شنیده بودم، اما متاسفانه امروز با ما هم سرایت کرده است. در اکثریت همین خواهرها شنیده میشد که همین که آیا میگن خدمت شوهر برای ما واجب هست یا نه؟ آره، خدمت خوشتامند بود، به شوهر هم گذشت دیگر. در همین مسئله میخواستم یک خواهرم این سوال خیلی مهم بود برای من. حتی سوال ندید هم به همین چیز من جواب گفتنی بودم. خواهرام، من یک درس یا دو درس پیش بود درباره اینکه جنت در دست شوهر نیست صحبت کردم. بعضی خواهرها این رو به آنجا بردن که گویا جنت که در دست شوهر نیست، اطاعت شوهر هم واجب نیست. پناه به الله که این دو چیز با هم خیلی فرق میکنند. در اسلام ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه میگه الله. یعنی در سوره نساء با مردها چگونه که زنها معامله خوب میکنن، مردها هم باید معامله خوب کنن، اما مردها بالای زنها برتری دارن، چی در خانه، چی در بین خواهر و برادر، چی بین زن و شوهر. عموما در حیات زن و شوهری زن باید مطیع شوهر باشد، اطاعتگر شوهر باشد. در مسئله واجباً فرزند همخوابگی، در مسئله خدمت، پختن و شستن، تربیه فرزند. یگانه در گناه وقتی که شوهر او را به گناه در کدام حالت نباشد هم گناه امر میکند، در اینجا لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. به خاطر یک مخلوق به خالقت نباید تو گناه کنی. غیر این تو اگر به شوهرت نپزی کی میپزد؟ تو لباس او را شسته تمیز نکنی کی میکند؟ تو اگر خانه که با هم زندگی میکنی تازه نکنی کی میکند؟ اگر به تو واجب نباشد به شوهر واجب است که او اساسا در بیرون کار میکند یا در داخل و هزار یک فکر دارد و خداوند جسم زن را این گونه آفریده است که کارهای خانه را خوب انجام میدهد. اما فکر مرد را این گونه خوش را آفریده است که او عموما فکرانه کارهای بیرون را خوش را انجام میدهد. فکر نکنید وقتی گفتیم در آمدن تو به جنت با عملهای صالح حتی از رضای پروردگار است، این معنای اون رو ندارد که تو شوهرت رو تماما زیر پا کنی یا بگویی پختن تو برای من فرض نیست، گفته تو برای من فرض نیست. برای تو تا زمانی که به گناه امر نمیکنند گفته شوهرت فرض است. با گناه امر کردن با پدر و مادرت رفت و آمد نکن میگوید، یا میگوید تو درس‌های اسلامی گوش نکن، یا میگوید مثلا یک گناه دیگر به این بیا قطع دست میزنیم. در اینجا به او اطاعت نمیکنی. پختن برایت فرض است، شستنش برایت فرض است. خواهران عزیز، حدیث در صحیح هست حضرت فاطمه نزد پیامبر آمده دستان خود را نشان میدن که من از آسیاب و از کار خانه دستم رو ببین، همه دستم خورده شدن، برای من یک خادم بدهید، من خیلی خسته شدم از کار خانه. که پیامبر میگویند دختر پیامبر نباید خادم داشته باشد، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر بگوید پیش از خواب رفتن، یعنی در خدمت بودن. حضرت عایشه میگن از خدمت پیامبر من روزه های قرضیم رو فقط در ماه شعبان میگرفتم. خواهران عزیز، اگر من و شما خدمت شوهران نکنیم کی میکنه؟ معنای زندگی کجا می رود؟ این همان فکر غرب کفار است. گفتن زن و شوهر یک خیل است. در کوچه مثل خر ببخشید هر دو کار بکنن، در خانه هم دیگر زن هم مثل مرد خسته شده آمده خواب رود، باز سحر رود، کار رود. همین برای هر یک زن تا زمانی که شوهر به گناه امر نمی کند گفته شوهر اطاعت شوهر واجب است. اطاعت شوهر را نکرد آن خانه دیگر اصلا دوام نمی دهد، در آن خانه آرامش پیدا نمی شود و حتما زن مرد یا از پای زن دوم می شود، یا پنهانی یا آشکاری، یا اینکه هر چی می کند از دست این زن می گریزد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بهترین زنها زنهای قریشند، مهربانند و فرزندان خود، اطاعت میکنند شوهر خود را. در حدیث دیگر در بودن و نبودن اسرار شوهر خود را حفظ میکنند. یعنی خدمت شوهر را نکردی گفته است دیگه چیکار میکنید؟ رفته از کوچه پول یافت آمدن به دست تو نیست یا به گردن تو نیست، به گردن شوهر است. اما کاری خانه، مسئله های محرمیت، اینها رو اگر زن انجام نداد اون خانه به جنگل تبدیل می شود. برابر این زن شب و روز آلوده گناه می شود.